روز رسول الله صلی الله علیه و سلم از نزد مقبره میگذشتند، از نزد قبرستان میگذشتند همراه صحابه ها و با اهل قبرستان رسول الله صلی الله علیه و سلم سلام دادند و گفتند السلام علیکم اهل دار قوم مؤمنین و انا بكم لاحقون. سلام خداوند بر شما باد و همان ما به زودی به شما میپیوندیم. و رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند ای کاش من برادرانم را میدیدم. یا در روایت رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند اشتقت لاخوانی، من برای دیدن برادرانم مشتاق شدم. اصحاب گفتند یا رسول الله السنا اخوانک، ای رسول خدا آیا ما برادران شما نیستیم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند شما صحابگان من هستید، شما دوستان من هستید. برادران من آن نفرهایی که بعد از ما و شما می آیند. برادران من آنهایی که مرا ندیده به من ایمان می بیارند. پیامبر صلی الله علیه و سلم تصور کنید به ما و شما مشتاق شدند رسول الله صلی الله علیه و سلم. سپس اصحاب پرسیدند یا رسول الله وقتی روز قیامت می شود از بین اینقدر امتان زیاد شما امتان خود را چگونه می شناسید؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند نفری که اسب‌های یک توده اسب سیاه زیاد دارد، از بین آنها اسبی که پیشانیش سفید است و دستش سفید است، از بین اسبان سیاه اسب سفیدش را جدا کرده نمیتواند؟ گفتند بله میتواند. گفتند امتان من از چهره های آنها، از پیشانی آنها، از دستان آنها از اثر طهارت نور میبارند. من از نور آنها را میشناسم و در نزد حوض کوثر آنها را منتظر میشوم. در نزد حوض رسول الله صلی الله علیه و سلم ما و شما را منتظر میشوم و از کف مبارک خود با امتان خود آب می نوشانند. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگویند نفری که از آن آب می نوشد لا یظمأ بعدها ابدا، هرگز تشنگی را احساس نمی کند بعد نوشیدن آن آب. نفری که از دستان از کف مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم آب می نوشد چقدر آن آب با لذت و شیرین باشد. سپس برای پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته می شود یا رسول الله شما نمیدونید پس از شما آنها چیکار کردند؟ بعضی از نفرهای امت رسول الله صلی الله علیه و سلم از راه صلی الله علیه و سلم و از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم دور شدند. نفران از امتان شما از راه شما، از شریعت شما، از دین اسلام دور شدند. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند برای آنها میگویم سحقا سحقا بعدا بعدا، دور باشید از من، دور باشید. نکند که خداوند روز قیامت ما و شما را از رسول الله صلی الله علیه و سلم دور کند. هر یکی ما و شما حیات خود را، رفتار خود را، اخلاق خود را، مناسبت خود را تفکر کند، برکشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند دور باشید، دور باشید از من. میگویم در این مکان مقدس دعا میکنیم که هر یکی ما و شما را الله سبحانه و تعالی از امتان حقیقی و پیروان رسول الله صلی الله علیه و سلم گرداند و به شفاعت حبیبش محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم مشرف گرداند و از کفان مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم و از آب حوض کوثر نوشیدن هر یکی ما و شما را مشرف گرداند.